شنبه 7 دکامبر سال 2020 جمع ساکنان آلمان در شهر دورتموند با طلب به تاجیکستان اخراج نکردن پناهجوی تاجیک عبدالله شمس‌الدین تظاهرات دایر کردند. بنا به اطلاع دریافتی حدود 20 نفر از دوستان و همکاران آلمانی عبدالله شمس‌الدین با شمول کارفرمایش همچنین چندی از نزدیکان از جمله پدرش، یک عضو ارشد و پایه‌گذار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید اشتراک کردند. تظاهرگران طبق اشعارهای با خود آوردهشان دیده می شود از آن نگران بودند که عبدالله شمس‌الدین در صورت اخراجش به تاجیکستان حکم طولانی زندان و شکنجه می تواند تعنیف کند. شمس‌الدین سعید روز 19 دکامبر به سامانه بامداد خبر داد که کجا بودن پسرش نیز انیق شده است. عبدالله فعلا در یک بازداشتگاه در کنار شهر دورتموند قرار دارد. همسر و فرزندانش صبح جمعه 16 دکامبر توانستند که رفته او را در بازداشتگاه ببینند. برایش 2 ادوکات گرفتیم که حال تلاش دارند تا قرار اخراج عبدالله از آلمان به تاجیکستان بازبینی شود. مقامات آلمان عبدالله شمس‌الدین را که چندین سال آخر با زن و 2 فرزندش در شهر دورتموند آلمان به سر میبرد، روز 12 دکامبر سال 2022 از منزلش در دورتموند گرفته به فرودگاه شهر میونخن آوردند تا که به تاجیکستان اخراجش کنند. اما با کدام سبب نامعلوم روز 12 دکامبر اخراج عبدالله شمس‌الدین به تأخیر افتاد. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون خبرها درباره احتمال از آلمان به دوشنبه اخراج شدن فرزند یکی از رهبران اپوزیسیون را شرح ندادند.